سلام، احمد نوری هستم با آموزه‌های NLP از طریق مجله اینترنتی NLP در خدمت شما. یکی از بحث‌های بسیار جالب NLP استفاده از NLP در مشاوره و روانشناسی هست. این بحث کمک میکنه تا شما بتونید آدم‌ها رو شناسایی بکنید و ورود به دنیای آدم‌ها رو بسیار راحت انجام بدید. بحث مشاوره ضمن این که میتونه خودش از چارچوب‌های خاصی در واقع حمایت بکنه و در واقع یک سری اوردرهای خاصی در مشاوره وجود داره، بیشتر از همه اینها هنر شخصی مشاور هم بسیار مهم است. هنر شخصی مشاور در برقراری ارتباط مؤثر که میتونه ورود به دنیای مخاطب رو عالی‌تر انجام بده. در NLP شما روش‌هایی رو یاد میگیرید، مثلا برای برطرف کردن ترس‌ها، مثلا برای برطرف کردن خاطرات ناخوشایند، مثلا برای درست کردن خط زمان. شما در واقع موضوعاتی رو یاد میگیرید که این موضوعات میتونه تعداد مراجعات شما رو در واقع به طرز عجیبی کاهش بده و در برابرش کیفیت مراجعات شما رو به طرز عجیبی بالا ببره. NLP در مشاوره به دنبال این هست که شما میتونید از طریق شناسایی سیستم واکو، دیدن، شنیدن و احساس کردن با مخاطب خودت عالی ارتباط برقرار بکنی و به جای اینکه از روش‌های کلیشه‌ای و منسوخ استفاده بکنی، بتونی ورود به دنیای اون آدم رو با استفاده از تکنیک‌های اساسی اجرا بکنی. کما اینکه خیلی از دوستان بودن که من وقتی با اینا ارتباط برقرار کردم، دوستان مشاوری که بهشون آموزش دادم، اینها تونستن به راحتی کارهای بسیار زیادی رو که بعضاً 1 سال بود درگیرش بودن در کمتر از 1 روز به نحو عالی اجرا بکنن. یکی از اون موضوعات میتونه موضوعات این باشه که یک نفر ترس از ارتفاع داره، ترس از در واقع محیط‌های بسته داره، ترس از محیط‌های باز داره. جالب اینجاست که ریچارد بندلر هم شدیداً به این موضوع اعتقاد داره که قبل از پیدایش NLP 40 مکتب روانکاوی روی این مسئله کار میکردن اما نتایج جالبی نگرفته بودن. با NLP شما با یادگیری NLP میتونید در کمتر از 5 دقیقه یک ترس رو به راحتی از بین ببرید و بتونید در واقع کمک بسزایی به مراجعین خودتون داشته باشید. آموزه‌های NLP در دوره پرکتیشنر خودش بیش از 50 تکنیک در واقع برطرف کردن موانع ذهنی رو آموزش میده که برای تو دوست مشاور و قدرتمند من میتونه بهترین ها رو به ارمغان بیاره. من احمد نوری هستم، با من همراه باشید در آموزه‌های NLP.